میگن ایرانیان در طول تاریخ، ذهن ایرانی، نژاد ایرانی، این سرزمین گسترده در طول تاریخ باستانش از دانایی آسیب دیده. یعنی هرچی بیشتر دونستی اوضاع بدتر بوده. در شاهنامه ما یک رویینتن داریم به نام اسفندیار. نقطه ضعفش چشم‌هاشه دیگه میدونید. در اساطیر آلمان مثلا زیگفرید رو دارن. زیگفرید نقطه ضعفش بین دو کتفشه. و اینها قصه نیستن، افسانه نیستن، اینها هویت فرهنگی ملل هستن. زیگفرید چرا بین دو کتفش آسیب جاشه؟ یعنی تاریخ اساطیری و باستانی مردم اون منطقه که به آلمان میشناسیمش از خیانت میترسه، چون تو هیچ وقت از دشمن بین دو کتفت زخم نمیخوری، از کسی زخم میخوری که پشت بهش میکنی، یعنی بهش اعتماد داری. اونا از خیانت میترسن، ما از آگاهی میترسیم. احمد شاملو در یک از شعرهای فوق‌العاده‌اش به اسم سرور ابراهیم در آتش یه جایی میگه خیلی قشنگه: آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. کاش چشاتو هم میذاشتی، کاش اینقدر نمیفهمیدی. یعنی از دانستنه که داری آسیب میبینی. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. این درد تاریخ ماست.